سلام عرض کردم دوستان. برنامه امشب رو میخوایم با یه سوال موشکافانه شروع کنم. آقا وقتی علی گدا یه مش پاسدار زبار در رفته زهرمالی شده رو جمع میکنه و تو یه فقره روزه دوغکی به جای صحبت از برجام و این حرفا 30 بار از کلمه نفوذ و 30 بار از کلمه دشمن و 8 بار از کلمه امنیت و 4 بار از کلمه رخنه استفاده میکنه، به نظر شما چشه؟ مرضش چیه؟ حالا یه نفر بیعقلی پیدا میشه به صراحت میگه انقلاب رو باید به موزه سپرد، جوری حرف میزنن که معناش اینه که خب انقلاب که تمام شد. میگن آقا شما این کلمه انقلاب و مسئله انقلاب و رویه انقلابی رو انقدر دنبال نکنید. انقلاب رو بذارید کنار که بتونیم با هم زندگی بکنیم. این معناش این است که انقلاب رو بذارید کنار تا از این قدرت بیفتید تا ما بتوانیم شما رو ببلعیم. پس بحث هسته‌ای و برجام و این حرفا نیست. قضیه بلعیدنه. علی گدا از این میترسه که تاج و تختش بلعیده بشه و قدرتش هم به فنا بره. حالا سوال اینجاست که خب چرا داره این حرفا رو به پاسدارای دلواپس میگه؟ اینا که همه چاشنیاشون نم کشیده که. امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است برای این کشور. دنبال نفوذن. نفوذ یعنی چه؟ نفوذ اقتصادی ممکنه که البته این کم اهمیت ترینش نفوذ اقتصادی است. نفوذ امنیتی ممکنه که جزو کم اهمیت ترینش نفوذ امنیتی است. نفوذ امنیتی چیز کوچکی نیست، اما در مقابل نفوذ فکری و فرهنگی و سیاسی اینا کم اهمیت. نفوذ امنیتی عوامل خودش رو داره. مسئولین گوناگون از جمله خود سپاه جلو به نفوذ امنیتی دشمن رو میگیرن با کمال قدرت انشاءالله. همش که شد نفوذ که آقا این نظام ولایت فقیه یا آبکش. بعد آقا پاسدارای تن پرور نفتخوار ریزشی رو چه به سد کردن راه نفوذ. اونا که خودشون از 600 نقطه دارن نشتی میدن. به در میگه که دیوار بشنبه ها. میخوای با این گوشا کنایه ها کوسه و جماعت جام زهری رو بکوبی. دشمن استکبار جهانی است. مظهر کاملش هم آمریکاست. عواملش هم رژیم های مرتجع و آدم های خودفروخته و آدم های ضعیف و نفس و اینهان. اکبر کوسه و شیخ فری رو داره میگه ها. اینجوری میخواد از همین حالا پر و بالشون رو قیچی کنه و نذاره خیز نفوذ تو مجلس وحوش و خبرگان رو پیدا کنن. برای اینکه پاسدارا خرفهم بشن تیز و روشن روی نفوذ سیاسی انگشت میذاره. نفوذ سیاسی هم این است که در مراکز تصمیم گیری و اگر نشد تصمیم سازی نفوذ میکنه. وقتی یک کشور دستگاه‌های سیاسیش، دستگاه‌های مدیریتیش تحت تاثیر دشمنان مستکبر قرار گرفت، اون وقت همه تصمیم گیری ها در این کشور بر طبق خواست و میل و اراده مستکبرین انجام خواهد گرفت. یعنی مجبور میشن. حالا بشنوید از پیشبینی عظما برای 10 سال بعد که از اون پیشبینی‌های پاسدار رمکنه بسیجی کشه. وعده میدن که 10 سال بعد ایران اون ایران نیست. البته تیوی ریش یه جمله رو از روزه علی گدا حذف کرد. جمله‌ای که البته قبلش توسط بخش خبری تیوی ریش لو رفته بود و زیر دل واپسا رو اساسی خالی کرده بود. رهبر انقلاب در پایان سخنانشان با تاکید بر ضرورت بیداری عمومی در مقابل ترفندهای دشمنان افزودند آنها منتظرند که ملت و نظام خوابشان ببرد و 10 سال دیگر که مثلا بنده نباشم اهدافشان را محقق کنند. به این ترتیب
علی گدا از همین حالا تایم سقط شدن خودشو هم اعلام کرد. بگذاریم از این که خیلی واسه خودش نظامش فرض قائل شد. بابا 10 سال کدومه؟ با این روزایی که تو میخونی نظامت روز به روز جر و باجرتر میشه و کار ملت واسه جارو کردن تو باقی امت نیم درصدی ساده تر میشه. موشکافان